امروز میخوام کافه سرامیک فرزانه رو بهتون معرفی کنم. کافه سرامیک فرزانه یه خونه قدیمیه که به شکل کافه درستش کردن و در منطقه شمال شهر تهران در محله میاوران واقع شده. اگه دوست دارید موزه زیبای سرامیک فرزانه رو ببینید تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. دیوارها و قاب پنجره‌ها و حتی کف این خانه با همه خانه‌های شهر فرق داره و همه اینها از سرامیکه و هنر دست خانم فرزانه و همکاران هنرمندش میباشد. این مجموعه شامل موزه، آرت شاپ و کافه میباشد که شما میتونید از تک تک این فضاها استفاده کنید و لذت ببرید. کافه سرامیک در واقع همون فضای حیاط موزه سرامیک فرزانه است. شما برای استراحت و توقف بیشتر پس از بازدید از موزه میتونید به این کافه برید. این کافه در فضای باز قرار گرفته و اگه شما علاقه‌مند به مکان‌های سرباز هستید میتونید به این کافه برید و از این فضای زیبا و دلنشین لذت ببرید. در ضمن حیاط این کافه فوق‌العاده زیبا و سرسبزه که شما میتونید تو قسمت‌های مختلف این حیاط زیبا عکاسی کنید و از عکساتون لذت ببرید. اگه تا اینجا از ویدیو ما خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید. کلاً تمام فضای این کافه داخل حیاط این خونه زیبا قرار گرفته که با یه میز بزرگ و 2-3 تا میز کوچکتر و جمع جورتر هستش و فضای داخلی هم در ارتباط با سرامیک و تاریخچه و مدل‌های مختلف سرامیک هستش. و یه قسمت دیگه این فضا به فروش ظروف سرامیکی و کاشی‌های سرامیکی زیبا اختصاص پیدا میکنه که کسایی که علاقه‌مند هستن میتونن از این ظروف و کاشی‌ها خریداری کنن. اگه تا اینجا از این کافه زیبا خوشتون اومده پس تا آخر ویدیو با ما باشید تا موزه سرامیک فرزانه رو هم با هم دیگه ببینید. کافه سرامیک منوی محدودی داره که شامل انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم مثل انواع قهوه و چای و همینطور کیک و کروسان و دونات و همینطور صبحانه مخصوص کافه می باشد.
موزه سرامیک فرزانه در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ همزمان با روز ملی صنایع دستی با گرفتن مجوز فعالیت رسمی از سوی وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی گشایش یافت. این موزه نخستین موزه تخصصی سرامیک در ایران است که به طور خصوصی اداره می‌شود و مجموعه‌ای از آثار سرامیکی و کاشی در آن قرار دارد. و در آخر، اگه به دنبال یک کافه دنج و آروم و زیبا هستید، کافه سرامیک فرزانه رو از دست ندید، چون توی این کافه هم میتونید از زیبایی‌های کافه استفاده کنید و هم از دیدنی‌های موزه.